بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. مهدی حاجی ابراهیمی هستم با یه پادکست دیگه از سری پادکست های شوک‌گذاری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که در این پادکست هم بتونم اطلاعات ناب و آگاهی های عالی رو در اختیار شما بزرگواران قرار بدم که هم خودم و هم شما بتونیم از این آگاهی های ناب به صورت عالی در زندگیمون استفاده کنیم و خودمون رو رشد بدیم، چرا که ما آدم ها اصلا به این انگیزه به این دنیا اومدیم که رشد کنیم، به کمال برسیم و با رشد خودمون این جهان هستی رو هم گسترش بدیم. یعنی هر چقدر که ما رشد کنیم جهان هستی هم رشد خواهد کرد. بالواقع همین اثبات میکنه که خداوند متعال عاشق رشد کردن و پیشرفت ما آدماست، چرا که جهان رو و قوانین هستی رو به شکلی تعبیه کرده است که وقتی ما میخوایم رشد کنیم و رشد میکنیم اون وقت جهان هستی هم رشد میکنه. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمتتون عرض کنم، خداوند این جهان رو آفریدی که اون رو گسترش بده. وقتی میخواد اونو گسترش بده از یه طریقی باید این گسترش پیدا بشه دیگه، ایجاد بشه. بنابراین خداوند من انسان رو به یه صورتی آفریده که من برای خودم هدف مشخص کنم، خواسته هایی در طول دورانی که در این دنیا زندگی میکنم طراحی کنم و برنامه ریزی کنم برای رسیدن به اون خواسته ها. زمانی که من دارم تلاش میکنم به اهداف خودم برسم، با هر هدفی که تو این دنیا من دارم تیک میزنم در واقع دارم جهان هستی رو گسترش میدم. خب ما داریم کتاب هزار شکر رو تفسیر میکنیم، میخوایم ببینیم واقعا شکرگزاری چقدر میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه. در این اهدافی که ما برای خودمون تعیین میکنیم برنامه ریزی میکنیم تا به این اهداف برسیم و در نتیجه رسیدن ما به اهدافمون جهان هستی گسترش پیدا میکنه. نقش شکرگزاری این وسط کجای داستان قرار داره؟ چقدر پررنگه دوستان. شاید پررنگ ترین نقشی که در بین همه قوانین جهان هستی در رشد و به کمال رسیدن ما و در نهایت گسترش جهان هستی هست، اون نقش رو همین شکرگزاری داره. گفتم در جلسات قبل شکرگزاری شاه کلید رسیدن ما به سعادت، به خوشبختی، به رشد و کمال هست. بنابراین هر چقدر ما در زمینه شکرگزاری تحقیق و تفحص کنیم و خودمون رو سعی کنیم انسان شاکرتری قرار بدیم و به جایی برسیم که بتونیم توی شکرگزاری یه جایی برسیم، رشد کنیم، در نتیجه آن زندگی ما رشد خواهد کرد، در نتیجه ما به گسترش جهان هستی کمک خواهیم کرد. پس میبینیم که نقش شکرگزاری یک نقش بسیار پررنگ توی گسترش جهان هستی است. بنابراین ما گفتیم که ما برای این که شاکر خداوند متعال باشیم باید خداوند متعال رو بشناسیم. رفتیم سراغ سوره هم در قرآن به عنوان مخلص قرآن. میگیم سوره هم چکیده کل قرآنه. توی سوره هم ما توحید ذاتی رو گفتیم، توحید ربوبی رو گفتیم خداوند الله رو توضیح دادیم، بعد ربوبیت خداوند رو توضیح دادیم. الان رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین و اون توحید عبادی که این آیه به ما میآموزه. ببینید من انسان باید به حکم عقل بندگی خدا رو بپذیرم. ما آدما عاشق کمال هستیم و نیازمند رشد و تربیت و خداوند نیز جامع تمام کمالات و رب همه هستی است. خداوند تنها قدرت همه عالمیان است، رب العالمینه. اگه ما به مهر و محبت نیازمندیم، خداوند هم رحمان هم رحیم. اگه ما از آینده دور نگرانیم، همین رب العالمین که رحمان و رحیمه صاحب اختیار و مالک اون روز حسابه. پس چه دلیلی داره من بخوام به جز خداوند سراغ کس دیگه ای برم؟ دلیلی نمیمونه که بخواد من رو هدایت کنه خدای ناکرده به سمت غیر خدا. عقل حکم میکنه که تنها باید او را پرستید و تنها باید از او استمداد خواست، باید از خدا کمک بخوایم، نه بنده هوا و هوس خودمون بشیم، نه بنده زر و زور دیگران باشیم. ما واقعیت اینه که غیر از خداوند کسی نیاز
نیاز نداریم. گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادی رو به ما آموزش میده. همین که ما میگیم ایاک نعبد یعنی در مقام گفتگو خدا داریم توجه میکنیم در مرحله اول، بعد به خودمون ایاک نعبد، یعنی اول میگیم خدایا تنها ایاک، تنها تو را میپرستیم. پس همینجا تکلیف روشن میشه که ما انتخاب میکنیم که فقط خدا را بپرستیم، با اینکه قدرت اختیار داریم و دست خودمونه که انتخاب کنیم چی کار میخوایم بکنیم، ولی همونجوری که گفتم چون دنبال رشد و کمال هستیم پس فقط خدا رو میپرستیم که در این ایاک نعبدویی که میگیم یه اخلاصیه. اخلاص یعنی فقط و فقط خدا رو پرستیدن. حالا ما اخلاص در فکر داریم، یعنی برای هیچ چیزی غیر از خدا ما ارزش قائل نیستیم. این دوستان نه به معنای بی احترامی بندگان خدا باشد، نه این چنین نیست، اما ارزش واقعی که در نظر ما و کسی که تنها و تنها ارزش پرستیدن داره خداوند عزوجل. یه اخلاص دیگه در قلب ماست، یعنی ما فقط اجازه داریم دلبسته خدا باشیم، عاشق خدا باشیم. چه معنی داره ما بخوایم دلبسته غیر خدا باشیم که همه فانی هستند، همه یه روزی قطعاً و یقیناً از ما جدا خواهند شد. یعنی کسی که به خانوادهش، به همسرش، به فرزندش، به باباش، به مامانش، به همسایش، به هر کسی که دل ببنده یه روزی باید جدا شه. کسی که به اموالش، ثروتش، به مالش، به ماشینش، به خونهش، زیورالاتش، به باغش بخواد دل بسته بشه یه روزی سرخورده میشه. اما وقتی ما به خدا دل بسته میشیم و هدفمون خدایی میشه، یعنی ما اخلاص در قلب داریم. پس ایاک نعبد رو داریم جامعه عمل میپوشونیم و در نهایت اخلاص در عمل، یعنی همه جای زندگی رضای خدا رو در نظر میگیریم. وقتی ما میگیم ایاک نعبد یعنی باید همه امور ما خدایی باشه و هرگاه احساس کردیم فرامین الهی رو نادیده میگیریم اون وقت دوچار شرک خفی شدیم. باید بلافاصله برگردیم و توبه کنیم. شاید دوستان ما ناآگاهانه و ناخودآگاه در طول شبانه روز چندین و چند مرتبه دوچار شرک خفی بشیم و بیایم قدرت رو بدیم به غیر خدا، قدرتی که فقط از آن خداونده، و ما ناخودآگاه بیایم قدرت رو بدیم به غیر خدا. این یعنی چی؟ یعنی ما فکر کنیم مثلا اگه امروز فلانی در فلانجا مسئول کار باشه دیگه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اما اگه فلانی نباشه مشکلات ما زیاد خواهد شد. این اخلاص در عمل نیست، این معنی ایاک نعبد نیست. ما وقتی مخلص خداییم که در تمام جنبه‌های زندگی رضایت خدا رو در نظر بگیریم. هوا سرده، خدایا شکرت. هوا گرمه، خدایا شکرت. بارون میاد، خدایا شکرت. یه مدت بارون نیومده، خدایا شکرت. این که در همه احوال ما خدا رو شکر کنیم نشون از این داره که ما در عملمون داریم اخلاصمون رو نشون میدیم. ما ایاک نعبد رو در عمل داریم نشون میدیم. وقتی میگیم ایاک نستعین یعنی فقط از تو یاری میجوییم، اولا اینکه این ایاک که تکرار میشه برای اینکه انس بیشتری با خالق، با خدا ما پیدا کنیم. چرا نگفتیم ایاک نعبد و نستعین؟ گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و باز تاکید میکنیم تنها از تو یاری میجوییم. اینجوری ما بنده ها خودمون رو به خدا نزدیکتر میکنیم. در واقع ما باید همیشه بیاد خدا باشیم و فقط از خدا یاری بجوییم. این نکته خیلی مهمیه. وقتی ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین به نمایندگی از همه عالم میگیم خدایا نه فقط من بلکه همه ما بنده توییم. نه تنها من به تو محتاج و نیازمندم، همه این عالمیان به تو محتاج و نیازمندم و من شهادت میدم اینو و من اینو درک میکنم. خدا همه چیزی که تو این دنیا هست همه به تو محتاج و نیازمندن. من هم خودم نیازمندم، هم شهادت میدم همه به تو نیازمندن، چون تو رب العالمین، چون تو تنها قدرت مطلق همه جهانیانی. خدایا من کسی جز تو رو ندارم، ولی تو غیر من افراد فراوانی داری، آفریده های فراوانی داری، مخلوقات فراوانی داری، همه هستی عبد و بنده تو هستن. یعنی واژه نعبدو هم اشاره به این
این داره که همگی در یک خط و در یک مسیر هستن برای پرستش خدا، یعنی اون مسیر واقعی. وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم در آیه بعد، یعنی این صراط مستقیم یکیه، دوتا که نداره. پس این که اول نعبد اومده بعد نستعین اومده، نشون این میده که ما اول باید بندگی خدا رو بکنیم، بعد حاجتمون رو از خدا بخوایم. اول ابراز ارادت، ابراز بندگی به خدا بکنیم، بعد ازش نیازمون رو درخواست کنیم. و نکته بعدی این که بندگی فقط در برابر خداوند درسته، نه دیگران. گرچه عبادت کردن وظیفه ماست، لکن در عبادت کردن نیست نیازمند کمک او هستیم. خیلی نکته مهم و مخفی دوستان این که ما اگه خداوند رو پرستش میکنیم، عبادت میکنیم، نه این است که ما حالا داریم خیلی کار شاقی میکنیم که خدا رو عبادت میکنیم و منتی بخوایم داشته باشیم. همین که ما توفیق عبادت خداوند رو پیدا میکنیم، این لطف خداوند نسبت به ماست. اینو خیلی باید حواسمون باشه. خیلی از اون تکبری در انسان هست، غرور و خودخواهی هست، همین دانستن همین نکته اونو کامل محو میکنه. اینکه من خداوند رو عبادت میکنم، توفیق عبادت و بندگی رو پیدا میکنم، این لطف خداوند نسبت به منه. از اونجایی که قول دادم پادکست ها طولانی نشه و نمیخوام شما عزیزان رو خسته کنیم، در همین جا این پادکست رو به پایان میرسانیم. انشالله که خداوند همه شما عزیزان رو به همه اهدافی که در زندگی داریم برسونه. انشالله که جیبتون پرپول باشه، انشالله که قلبتون پر از روح خدا، پر از شادی، پر از نشاط، پر از مهربانی و خواستنهای حلال و طیب و طاهر و عالی براتون باشه. انشالله که در زندگیتون سلامت باشین، انشالله که در زندگیتون مسیر رو به رشد رو ادامه بدین و به همه خواسته هاتون برسین. یا حق. خدا نگهدار.